هموطنم ازت خواهش میکنم این کلیپو تا آخر ببین. نه لایک میخوام نه کامنت، فقط نشر حداکثری، برای که یه کسایی مثل من که وظیفه اصلیشون توی این انقلابو فراموش کردن به خودشون میاد. یه صدا میذارم گوش بدید. بله. تو میرم بابا هم خب بابا برای چی؟ نمیتونم بگم برای ولی یه دیگه زحمت من مراقبات برای چی؟ ماما تو قول ندادی میایم پیشمون. انقدر از این صداها زیاده که به گوش من تو نمیرسه. انقدر از این بچه ها پشت گوشی با پدر مادرشون خداحافظی کردن. انقدر جوون داریم تو زندان که هر ثانیه 1000 بار میمیره و زنده میشه که کی صداش میکنن برای انفرادی، برای حکم اعدامش. اون وقت من و تو داریم چی کار میکنیم؟ داریم با هم میجنگیم که پهلوی میخوام، پهلوی نمیخوام، جنگ میخوام، جنگ نمیخوام. اما اون بچه‌ای که زیر حکم اعدامه اون زندگی میخواد، زندگی میخواد. دختر 19 سالمون حکم اعدام گرفته، پسر 15 سالمون حکم اعدام گرفته. ما هنوز برای جاویدناممون هر روز داریم گریه میکنیم، اما هر روز داره به جاویدناممون اضافه میشه. توی انقلاب ما به دنیا ثابت کردیم که هیچ نشدیم مقابل اتحاد ایرانی وجود نداره. انگلزاده هاشون رو بیرون کردیم، پیجایی که با بسته میشد و بستیم، صداهایی که با خفه میکردیم و خفه کردیم، اما صداهایی که باید به گوش دنیا میرسوندیم و نرسوندیم. من مقصرم، تو مقصری. فقط باید متحد بشیم، صدای بچه هامون تو کل دنیا بشیم. هر کاری که لازمه، باید ایمیل بزنیم، باید هشتگ بزنیم به زبان انگلیسی، هر کاری که لازمه باید بکنیم. این بچه ها هیچ چیزی جز صدای ما ندارن.